مؤسسه دولتی خانه اینترنت بیماری‌های روحی شهر حصار دارای 3 شعبه طبابتی بوده، زیاده از 200 نفر با طبابت فرا گرفته شدند. در اینجا بیماران از تمام شهر و ناحیه‌های مملکت قبول شده طبابت میگیرند و همیشه زیر نظارت دکتران قرار دارند. ماموریت برای گذراندن زمستان امسال از حساب خوجگی یاریرسان گندم و پیاز، کدو، کارتوشکا و شربت‌های میوه ذخیره نموده است. امروز مؤسسه خانه اینترنت بلوزیکر با پورگی گفته میتواند که برای فصل سرما ذخیره موادهای سوخت از آن جمله انگشت، هیزم و سوزشواری رو یعنی که 100% اجرا نموده است. دیگر موادهای خوراکی که میباشد برای موسم ذخیره نمودن فصل سرما یعنی که مثال روغن، برنج، ارد، شکر و موادهایی که امروز در خوتی ها جایگیر کرده می شود با پورگی یعنی که اجرا نموده است. تنها امروز از سبب که برای ذخیره نمودن کارتوشکا، سبزی، پیاز کمتر وقت هم هست ما اینها رو در روزهای نزدیک ذخیره می نماییم. برای گذراندن فصل زمستان همه خوابگاه‌ها با گرم‌دهنده‌های برقی تامین می‌باشند. همچنین پیچ‌های علاوه به واسطه بویلر نصب کرده شده است که می‌توانند از سردی‌های سخت استفاده برند. همه سربلندی‌ها البته با دستگیری به واسطه رهبریت وزارت و اجنسی دولتی حفظ اجتماعی ما گفته می‌توانیم که با موسم تیرما و زمستون سال‌های 2021 و 2022 ما همه جانبه آماده هستیم و ما می‌توانیم که با یک سری بلند یعنی که زمستون در پیش آمده را یعنی که پس سر نماییم. در واقع شخصان امکاناتشان محدود عضو کامل حقوقی جامعه به حساب رفته از تمام امتیازهای مقرر نموده دولت و حکومت باید برخوردار باشند. خوشبختانه در شهر حصار به این مسئله دقت جدی داده می شود.